Hi everyone, welcome to Bumbo Languages. My name is Sahar Walai, and from now on I'm going to be your friend and your teacher, and we're gonna walk through the amazing world of learning a new language. سلام به همگی. به بامبو لنگویج خوش آمدید. من سحر والایی هستم و از این به بعد قراره که دوست و مدرس و همراه شما در زبان انگلیسی باشم و با هم قرار هست که در دنیای شگفت‌انگیز یادگیری یک زبان جدید پا بذاریم. Our slogan is New Language, New Life. شعار ما زبان جدید، زندگی جدید هست. چرا؟ همونطور که همه شما میدونید یادگیری یک زبان دریچه به دنیای بی‌نهایت به روی شما باز میکنه. شما میتونید با افراد مختلف، با فرهنگ‌های مختلف، با آداب و رسوم مختلف و با علوم مختلف از طریق یادگیری زبان آشنا بشید. من 18 سال هست که زبان انگلیسی تدریس میکنم. از شاگرد 5 ساله داشتم تا 65 ساله در مقاطع پیش دبستانی، راهنمایی دبیرستان و دانشگاه و آموزشگاه‌های مختلف تدریس کردم و همچنین راهنمای گردشگری هستم و به واسطه شغل راهنمای گردشگری با توریست‌های زیادی در ارتباط بودم و ممکنه که بتونم در این راه اصطلاحات و لغاتی رو که اونها به کار میبرن، به زبان نیتیو خودشون، به زبان محلی و بومی خودشون به کار میبرن، ممکنه که بتونم بهتون کمک کنم و امیدوارم که در این راه یادگیری زبان انگلیسی که از صفر شروع میشه ولی به 100 ختم نمیشه و به بی نهایت میره بتونم که همراه و همگام با شما پیش برم. برای شروع درس هامون به شما توصیه میکنم که یک دفتر حتما برای زبان انگلیسی در نظر داشته باشید و در هر جلسه کلاس این دفتر رو کنارتون داشته باشید تا بتونید نکات ریزی که گفته میشه رو اگر لازم بود یادداشت کنید. اگر سوالی براتون پیش اومد یادداشت کنید و بعد توی کامنت ها برای من بذارید، من میتونم پاسخ بدم بهتون. و همچنین مرور کنید، مرور درس ها. در زبان انگلیسی نکته خیلی مهم این تمرین و تکرار هست. مثل بچه‌هایی که توی مدرسه معلم درس میده، کتابو میبندن و میرن تا هفته آینده، این فرار هست. خصوصا برای کسایی که در مرحله ابتدایی زبان هستن خیلی مهم هست که تمرین و تکرار کنید. و همچنین listening یعنی شنیدار، گوش کردن. حتی اگر شما صفر باشید و هیچی متوجه نشید، اما درست مثل یک نوزاد که تا 2 سال اول زندگیش صحبت نمیکنه، فقط گوش میده و اطرافیان صحبت میکنن و بعد یهو شروع به حرف زدن میکنه، سعی کنید که گوش کنید، فیلم های انگلیسی، آهنگ های انگلیسی و مکالمات انگلیسی رو گوش کنید و در عین حال اگر کسی هم نیست که باهاش تکرار بکنید، تمرین بکنید، حتی با اعضای خانواده‌تون، حتی با شوخی و خنده، وقتی میخواید از در برید بیرون بگید بای، وقتی میخواید وارد خونه بشید هلو. همون کلمات کوچیک رو توی بعضی از موقعیت‌ها به کار ببرید و اعتماد به نفس خودتون رو پرورش بدید تا کم کم بتونید زبان رو به راحتی صحبت کنید. Now let's get started. Hello again. We're gonna start by greeting. Greeting means saying hello and how are you. اولین درسی که قراره با هم همراه باشیم توش و یاد بگیریم greeting هست. greeting به معنی سلام و احوال پرسی هست. وقتی وارد جایی میشین قطعا باید اول سلام کنید. What word do we use to greet people? اولین کلمه‌ای که برای احوال پرسی یا برای آشنا شدن یا برای ورود به جای استفاده میکنید چی هست؟ همتون میدونید. Hello. Hello. Hello به معنی سلام هست و این کلمه‌ای هست که توی موقعیت‌های فرمال ازش استفاده میشه. فرمال یعنی موقعیت‌های رسمی. The next word that we can use is hi. Hi. Hi همون معنی hello رو میده، هر دو به معنی سلام هستن، ولی فرقی که داره چیه؟ Hi informal هست.
informal یعنی غیر رسمی. این دوتا کلمه رو ممکنه زیاد به کار ببریم، پس همین الان باش آشنا بشید. formal به معنی رسمی، وقتی که جایی وارد میشید، کسی رو نمیشناسید، اولین بار هست، با شخصی که به لحاظ رتبه یا مقام یا کار از شما بالاتر هست، میگیم hello. hi informal هست. informal یعنی غیر رسمی، یعنی دوستانه، با دوستاتون، با افراد کوچکتر از خودتون، با افراد خانواده‌تون وقتی میخواین سلام کنید میتونید های استفاده کنید. کلمه بعدی hey. hey هم به معنی سلام هست، به معنی های و hello. hey رو میتونید در کنار دو کلمه دیگه به کار ببرید. بگید hey there سلام. hey guys سلام بچه ها. پس hey there و hey guys همه معنی سلام میدن، معنی hello میدن، ولی برای موقعیت های غیر رسمی ازشون استفاده میکنیم. خب غیر از های و hello ما 3 تا جمله دیگه هم داریم. اولی good morning. بسته به تایمی که از شبانه روز شما با افراد ملاقات میکنید میتونید اینا رو به کار ببرید. morning یعنی صبح، از وقتی که هوا روشن میشه تا قبل از 12 ظهر. from the morning, from the sunrise before 12 p.m. یعنی 12 ظهر یعنی نون. پس تا قبل از 12 ظهر ما میتونیم از good morning استفاده کنیم. good morning یعنی روز بخیر، صبح بخیر. خب از 12 ظهر به بعد چی کار کنیم؟ دیگه چیزی نگیم یا فقط بگیم هلو؟ نه. از 12 ظهر به بعد، از 12 ظهر تا 6 عصر یا تا زمانی که خورشید میاد پایین غروب میکنه until the sun sets we use good afternoon یعنی بعد از ظهر. good afternoon بعد از ظهر بخیر. پس از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر میتونید good afternoon رو به کار ببرید. خب یکم هوا داره تاریک میشه و رو به شب میریم. evening after 6 p.m. بعد از ساعت 6 میتونیم بگیم good evening یعنی عصر بخیر. خب توی این چند تا اصطلاحی که داشتیم night نبود. good night میتونیم بگیم good night؟ نه. good night یعنی بای. وقتی میخواید خداحافظی کنید، وقتی میخواید برید بخوابید میتونید بگید good night. پس good night برای سلام به کار نمیره. خب یک بار دیگه من این کلماتی که الان گفتم رو تکرار میکنم و شما بعد از من تکرار کنید لطفاً. hello hi hey there hey guys good morning good afternoon good evening. خب قسمت اول سلام کردیم، حالا میریم که تخته رو پاک کنیم و احوال پرسی کنیم از طرف مقابلمون. Okay, now we said hello. We're gonna asking about someone's health but not actually health. خب سلام کردیم، حالا میخوایم بپرسیم حالت چطوره؟ یادتون باشه این حالت چطوره؟ ما دکتر نیستیم که حال کسی رو بپرسیم و اون بگه سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، چه روزگاریه، چقدر گرفتارم. نه، این حالت چطوره در واقع یک جمله هست که ما برای سر بحث و سر صحبت و باز کردن به کار میبریم. در واقع یه جورایی یه جمله کلیشه‌ای هست و جوابهای معمولاً ثابت داره. چند تا جواب ثابت داره که اونا رو باید بگیم. ولی برای پرسیدن احوال طرف هم چند مدل مختلف میتونیم استفاده کنیم. Let's see what they are. The first sentence is How are you? حالت چطوره؟ How یعنی چطور. How are you? Or how are you today? امروز حالت چطوره؟ یادتون باشه که این how are you نیست. خیلی ها میگن how are you? But this is how are you? How are you? جمله بعدی که معنی how are you میده. How do you do?
حواستون باشه که اینجا شغل رو نمیپرسیم. اونایی که قبلا زبان خوندن ممکنه که بگن این شغل بود. نه، توی مبحث شغل ها و پرسیدن شغل افراد بهش اشاره میکنیم، ولی این رو یاد بگیرید. how یعنی چطور. how do you do بازم یعنی حالت چطوره. جمله بعد how's it going. how is it going. مخففش how's it going. حالت چطوره. چه فرقی بین how are you و how's it going وجود داره؟ how are you فرمال هست. از این به بعد قراردادمون این هست. F نشان دهنده فرمال یعنی موقعیت رسمی هست. How are you? How do you do? یک کمی رسمی تر هست. How's it going? این اینفورمال هست. اوضاع چطوره؟ چجوری پیش میره؟ چجوری میگذره؟ INF مخفف اینفورمال هست. پس از این به بعد F برای ما فرمال رو مشخص میکنه. INF اینفورمال، رسمی، غیر رسمی. How's it going? جمله دیگه how's everything. اوضاع چطوره؟ How are things with you. بازم معنی اوضاع چطوره؟ حالت چطوره؟ چجوری میگذره؟ How are you doing. چه کارا میکنی؟ چطور میگذرونی؟ همه این جملات به معنی حالت چطوره هست. خب حالا با من یک بار تکرار کنید جمله ها رو. How are you. How are you. How do you do? How do you do? How's it going? How's it going? How's everything? How's everything? How are things with you? How are things with you? How are you doing? How are you doing? خب بریم جواب بدیم. حالا چه جوابی قرار بدیم؟ How are you? میتونیم بگیم I'm fine, thank you. دقت کنید. I'm fine, thank you. بعضیا وقتی تون میگن I'm fine, thank you. اولی M هست، دومی N هست. I'm fine, thank you. یک جمله کامل داریم. آخرش هم thank you گفتیم. یادتون باشه وقتی داریم رسمی صحبت میکنیم، برای اولین بار کسی رو میبینیم، مخفف نمی کنیم، کوتاه نمی کنیم. جمله هامون رو کامل بیان می کنیم. پس how are you یک سوال فرمال یا رسمی بود. جوابش هم میگیم I'm fine, thank you. یا very well, thank you. عالی، مرسی. Very well, thanks. عالی، مرسی. Fine, thanks. Fine, thanks. اینجا دیگه از I'm خبری نیست. از you هم خبری نیست. به جاش گفتیم thanks. چه فرقی داره؟ thanks با thank you اصلا چه فرقی داره؟ بله. thank you باز هم فرمال هست چون کامل هست. دوتا کلمه کامل. thank you در موقعیت های رسمی استفاده میشه. thanks که کوتاه شده هست در موقعیت های غیر رسمی استفاده میشه. So, in the answer to how's it going, you can say fine, thanks. حالت چطوره؟ اوضاع چطوره؟ خوبم، مرسی. How's everything? I'm okay. خوبم. دیگه عالی نیستم. خوبم. I'm okay. شاید هم حالتون خوب نباشه. یه روزی از دنده چپ بلند شده باشین دیگه. Not bad. بد نیستم. یا so. Hey. میگذره. Or you can say as usual. As usual. As usual یعنی طبق معمول. مثل همیشه. خب پس یک بار دیگه با من جواب هایی که در مورد how are you میتونیم بدیم رو تکرار کنید. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Very well, thank you. Very well, thank you. Fine, thanks. I'm okay. Not bad. So. As usual. خب سلام کردیم. حال طرف مقابلم پرسیدیم. حالا باید خودمون رو بهش معرفی کنیم تا بتونیم مکالممون رو ادامه بدیم. بریم ببینیم. Okay,
now let's introduce ourselves. بیاید خودمون رو معرفی کنیم. Introduction یعنی معرفی. اسم هست این کلمه که بعداً توی قسمت دیگه ما در مورد بخش‌های گفتاری صحبت می‌کنیم. چه کلماتی اسم فعلا صفتن. Introduce یعنی معرفی کردن. Let's introduce ourselves. خب چجوری خودمون رو معرفی می‌کنیم؟ همونطور که من تو شروع این اپیزود گفتم My name is سحر. My name is سحر. می‌بینیم اینجا My name is سحر. به جاش میتونم بگم I'm سحر. My name یعنی اسمم سحر هست. I'm سحر. من سحر هستم. و خب از طرف مقابل اون میپرسیم What's your name? My name is سحر. What's your name? Okay? شما میتونید بگید My name is Ali. My name is Sarah. My name is Tina. My name is Ashkan. And whatever. خب پس برای معرفی از My name is استفاده میکنیم. میتونیم به جای اسم جایگزین بکنیم. یا I am و بعد اسمتون رو بگید. اسمتون رو توی جای خالی بذارید. What's your name? خب حالا ممکنه که همیشه طرف مقابل ازتون نپرسه What's your name? ممکنه کلمات دیگه یا اصطلاح دیگه بشنوید. یه دفعه با آسمون نگاه نکنید. چی گفت؟ چی میگه؟ چی شد؟ نه. First name. What's your first name? First name. First name یعنی اسم کوچیک. What's your first name? My first name is سحر. اسم من، اسم کوچیکم سحر هست. به جای first name ممکنه که توی فرم هایی که جاهای مختلف حالا ادارات دانشگاه برای هر جا ممکنه فرم پر میکنید ببینید نوشته given name. given name چیه؟ given name همون first name هست. بازم یعنی اسم کوچیک. My name is سحر. My first name is سحر. My given name is سحر. توی فرمایی که معمولاً برای کشورهای دیگه هستن یا مشاغل بین المللی، جاهای بین المللی middle name داریم. What's your middle name? ما ایرانی ها اصولاً middle name نداریم. توی شناسنامه‌مون نام خانوادگی داریم. ولی خارجی ها معمولاً یه middle name دارن. اسم وسط. البته ما بعضی از اسما رو داریم که دو بخشیان که میتونیم اون بخش وسطی رو به عنوان اسم وسط بگیریم. مثل علیرضا. علیرضا رو بعضیا علی صدا میکنن. پس این رضا چی میشه؟ اون میدل نیم دیگه. یا محمد علی. محمد فرست نیم میشه، علی میدل نیم میشه. که خب ما اصولا این اسمایی که دو قسمتیه رو به عنوان همون نیم میگیم، کامل میگیم دیگه، به عنوان اسم کوچیکمون میگیم. بعد last name. What's your last name? My last name is والایی. My last name is والایی. Last name یعنی فامیلی، نام خانوادگی. به جای last name ممکنه بشنوید family name. What's your family name? همون فامیلی. فامیلی چیه؟ نام خانوادگی چیه؟ Or surname. Surname. خب پس 3 تا کلمه داریم. Last name, family name, surname. همشون به معنی فامیلی یا نام خانوادگی هستن. What's your surname? My surname is Johnson. نام خانوادگی من جانسون هست. What's your surname? My surname is والایی. فامیلی من والایی هست. خب ممکنه جایی ازتون بپرسم What's your full name? Full name. اسم کاملت چیه؟ یعنی هم اسم تو بگو هم فامیلی تو. دیگه یه تیکر نگو منتظر باش بعدیو بپرسه. What's your full name? Full name پس یعنی کامل. What's your full name? My full name is سحر والایی. هم اسمم هست هم فامیلیم هست. یه اصطلاح دیگه که ممکنه به گوشتون بخوره. Nickname. Do you have any nicknames? Nickname چیه؟ Nickname یه جورایی مثل لقبه یا اسمی که کوتاه میشه. دیدین اسم بعضیا تو شناسنامه یه چیزه، خانواده یه چیز صدا میکنن، دوستام یه چیز صدا میکنن. اون اسمی که غیر از اسم واقعیتون هست و شما رو صدا میکنن میشه نیکنیمتون. نیکنیم. What's your nickname? مثلا اسم من پرینازه. What's my nickname? My friends call me پری. پری میشه نیکنیم من. توی اسامی انگلیسی نیکنیم ها یا کوتاه شده اسم ها برای بعضی از اسم مشخصن.
مثلا برای اسم ویلیام مخففش هست ویل، بعضی وقتا هم بیل. رابرت میشه باب، بهش میگم باب. یا مثلا بثنی، بیاتریس، بث ممکنه صداشون کنم و اسمای دیگه. ما هم اینجا این کارو میکنیم، محمد علی، مملی، یا گفتم پروین، پری و غیره. خب یک بار دیگه پس با من این جملات و این اصطلاحاتی که اینجا یاد گرفتیم رو تکرار کنیم و اسم خودتون رو بگید. My name is. I am. What is your name? What's your name? First name. Given name. Middle name. Last name. Family name. Surname. Full name. And nickname. توی قسمت بعدی درسمون میریم که خداحافظی کنیم. خب سلام کردیم، خودمون رو معرفی کردیم، احوال پرسی هم کردیم. هنوز زوده که بخوایم زیاد حرف بزنیم، پس زودتر باید خداحافظی کنیم و بریم. Farewell کلمه خیلی رسمی هست برای خداحافظی. میشه چی؟ وداع. خیلی دیگه رسمیه. ولی خب to say farewell, to do farewell, we use different words. برای خداحافظی کردن هم مثل سلام کردن کلمات و اصطلاحات و عبارات مختلفی به کار میبریم. اولین کلمه goodbye. خب به کمی رسمی هست. مخففش، کوتاه شدهش bye دیگه چون یه تیکه از کلمه است قطعا informal هست، غیر رسمی هست. یا به جای bye مثل فارسی میگیم bye that is bye. رسیدیم به good night. یادتونه که گفتم good morning, good afternoon, good evening برای سلام بود. good night برای خداحافظیه. پس good night وقتی که میخوایم بخوابیم یا وقتی که داریم از کسی خداحافظی میکنیم شب بعد از غروب آفتاب. good night به معنی خداحافظ. غیر از اینا میتونیم از این جملات استفاده کنیم. see you میبینمت. خب کی میبینیم؟ اگه میدونیم کی میبینیمش میتونیم اینو اضافه کنیم. see you later یعنی بعداً میبینمت. see you soon به زودی میبینمت. soon به زودی. see you tomorrow فردا میبینمت. خب پس بعد از see you اون زمانی که قرار طرف رو ببینید و اگر میدونید میتونید اضافه کنید. و در آخر میگیم چی؟ مراقب خودت باش. take care. یک بار دیگه پس این اصطلاحات رو با من تکرار کنید. goodbye. good night. see you later. see you soon. see you tomorrow. take care. خب در اینجا به آخر این اپیزود رسیدیم. فقط خواهشی که ازتون دارم تمرین و تکرار فراموش نشه. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و با من همراه باشید تا به جاهای خوبی برسیم و میبینم روزی رو که به زودی شما خیلی بهتر از من انگلیسی صحبت میکنید. Goodbye. See you soon. Take care.